به کانال سیویل شهپر خیلی خوش آمدین. سلام، خیلی مخلصم. آرش سمندریان هستم. میخوام در رابطه با قوس کولوتوئید این سری براتون صحبت بکنم. این سری میخوام براتون در رابطه با قوس کولوتوئید یه مقدار بیشتر و یه کوچولو ریزتر با همدیگه صحبت بکنیم. خیلی خوب دوستان، ابتدای امر ما یه PDF رو با همدیگه باز میکنیم که اینجا یک مقداری توضیحات کلا راجع به قوس اتصال تدریجی یا قوس کولوتوئید برای ما داده. اینجا نوشته به طوری که میدانیم ساده ترین کمانی که دو مسیر مستقیم را به یکدیگر متصل میسازد کمانی از قوس دایره است و چنانچه وسیله نقلیه بخواهد از مسیر مستقیم وارد کمان دایره بشود، در هنگام رسیدن به ابتدای قوس و یا هنگام خروج از قوس به مسیر مستقیم دچار یک تغییر ناگهانی خواهد شد که این تغییر ناگهانی در اثر نیروی گریز از مرکز که دفعتاً به وسیله نقلیه در شروع قوس وارد می آید و تمایل واژگونی وسیله نقلیه به بیرون از قوس را دارد می باشد. منظور از این جملات چیه؟ یعنی اینکه قوس کولوتوئید که شامل یک قوس دایره‌ای ساده و دو اسپیرال که اسپیرال ورودی و خروجی ماست به ما چیکار میکنه؟ وظیفه این اسپیرال چیه؟ وظیفه اسپیرال اینه که ما نیروی گریز از مرکز رو با استفاده از اسپیرال میکشیمش. یعنی چی کار میکنیم؟ یعنی به جای اینکه از قسمت مستقیم یک دفعه بریم وارد قوس بشیم و نیروی گریز از مرکز تأثیر منفی روی حرکت خودروی ما بذاره، ما میایم به صورت تدریجی وارد قوس ساده میشیم و میایم توی بچه ها این PDF رو کلا مطالعه بکنید. خب نکته اصلی اینجاست که الان میریم پایین و قسمت اصلی کار ما اینجاست که نوشته یه فرمولی هست به نام A مساوی رادیکال RL که به این A میگن پارامتر کولوتوئید. این پارامتر کولوتوئید معرف اندازه منحنی کولوتوئیده. اندازه منحنی کولوتوئید یعنی همون طول، یه جورایی تعریف دیگری از طول اسپیراله که یا ما طول اسپیرال میتونیم به قوس معرفی بکنیم یا پارامتر کولوتوئید رو میتونیم معرفی بکنیم. خب حالا این پارامتر کولوتوئید طبق نشریه 800 که تقریبا همون نشریه 415 ولی آپدیت شده. الان دوستان نشریه‌ای که واسه راه باید مطالعه بکنید نشریه 800 که اینجا یه جدولی هست. جدول توی صفحه 84 این نشریه است که نوشته چی؟ طول مطلوب برای قوس اتصال تدریجی. یعنی که شما توی سرعت 20 کیلومتر در ساعت باید 11 متر اسپیرال داشته باشید. توی سرعت 30 کیلومتر 17 متر اسپیرال داشته باشید و الی آخر تا سرعت 30 کیلومتر در ساعت باید 72 متر اتصال تدریجی داشته باشید. 72 متر اسپیرال داشته باشید. خب دوستان اینها قاعدش هست و اگه میخواید اطلاعات بیشتری راجع به قوس کولوتوئید داشته باشید نشریه 800 رو یه مطالعه بکنید. ولی ما اینجا واسه این که ترسیمات و کارمون رو به صورت محسوس خیلی قشنگ ببینیم یه مقداری اغراق‌آمیز کار میکنیم. خب و این PDF هم که راجع به صحبت کردیم، راجع به نشریه 800 هم که صحبت کردیم، یه کوچولو توضیح هم در رابطه با فرمول پارامتر کولوتوئید دادیم. خب الان من این PDF رو میفرستم پایین و ویدیو ما اگه برات مفید بود یادت نره حتما ما رو سابسکرایب کن. نرم افزار سیویل 3D رو باز میکنم. همونطور که میبینید دو تا الایمنت من اینجا دارم
که الاینمنت اولم مربوط به قوس دایره ساده بود که الان اینجا سلکتش میکنم که شما ببینید اینجا کلا یه دونه قوس دایره ساده داشتیم. الان توی این ویدیو کوتاه دومی میخوایم بریم چیکار بکنیم؟ قوس اتصال تدریجی یا قوس کلوتوئید ترسیم بکنیم. ما یه الاینمنت اینجا داریم که تمام این اعداد و الاینمنت ها برای شما آشناست. الان توی این کلیپ میخوایم راجع به قوس کلوتوئید یه مقداری یه کوچولویی بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم. دلایل این که قوس کلوتوئید چرا ترسیم میشه بهتون گفتم و اینجا یه نکته‌ای هست که راجع بهش صحبت الان میخوایم انجام بدیم باهاتون صحبت بکنم. اینه که ما یه الاینمنت ساده اینجا داریم و میخوایم قوس کلوتوئید روش ترسیم بکنیم. الاینمنتمون رو انتخاب میکنیم، خب، و میایم اینجا ژئومتری ادیتور رو میزنیم و از منویی که برامون باز میشه میایم اینجا نوشته فری اسپیرال کرو اسپیرال between two entities. پس اینو انتخاب میکنیم و المان اول رو انتخاب میکنیم، المان دوم رو هم انتخاب میکنیم و به ما میگه که کوچیکتر از 180، بله کوچیکتر از 180 نیاز داریم و انتخابش میکنیم. و اینجا شعاع قوس نیاز داریم. ما همونطور که بهتون گفتم اگه بخوای اصولی کار بکنی، قوس بزنی و اسپیرال بزنی، نشریه 800 رو باید مطالعه بکنی. ولی ما اینجا چون فقط جنبه آموزشی داره، آموزشی نرم افزار سیویل 3D داره، ما اینجا واسه اینکه یک مقدار اغراق توی کارمون بدیم و قشنگ متوجه بشیم روال کارا، ما اینجا شعاع قوس رو 900 در نظر میگیریم و اینجا از ما میخواد اسپیرال ورودی رو بدیم. اگه دقت بکنی توی کامند بار اینجا این پایین نوشته من اسپیرال رو پیشفرض 200 متر میخوام در نظر بگیرم خود نرم افزار و توی این کروشه‌ای که اینجا هست آبی نوشته A نوشته A. خب یعنی پارامتر کلوتوئید، همون پارامتر کلوتوئید که بود رادیکال R ضرب در L اینجا یا طول اسپیرال رو از شما میگیره یا پارامتر کلوتوئید رو از شما میگیره. میتونید هم طول اسپیرال رو بهش معرفی بکنید یا میتونید پارامتر کلوتوئید رو معرفی بکنید. حالا پارامتر کلوتوئید رو گفتم بهتون چی؟ از توی این پی دی افی که بهتون نشون دادم توی نشریه 800 اینجا برای شما طول اتصال تدریجی رو زده و از طریق اون شعاع و الی که اینجا هست میتونید آ رو هم وارد بکنید. حالا ما آ رو مثلا توی متور مثال حالا اینجا میتونیم طول اسپیرال معرفی بکنیم یا آ معرفی بکنیم. حالا ما آ اینجا تایپ میکنیم، میگیم که آقا ما میخوایم آ معرفی بکنیم. خب اینجا آ رو پیشفرض خودش گرفته سی. حالا ما یه مقداری کوچیکترش میکنیم، مثلا میزنیم 25. پارامتر کلوتوئید رو میدیم بهش 25 و حالا از ما چیکار میکنه؟ درخواست میکنه که اسپیرال خروجی هم بهش بدیم. همون 25 انتخاب میکنیم و میاد برای ما اینجا به صورت پیشفرض طولمون رو برامون میزنه، قوسمون رو برامون میزنه، اسپیرالمون رو هم برامون میزنه. ما با یه آزمون و خطایی که میخوایم انجام بدیم به یه اسپیرال خیلی منطقی نسبت به قوس و طولهایی که داریم میخوایم برسیم. خب ما اینتر کردیم، میایم اینجا میبینیم که
از اون اسپیرال سبزی که دیدیم خیلی خبری نیست. شاید خیلی کوچیک باشه. میبین اینجا از این سبزه خبری هست ولی خیلی کوچیکه. اگه نکاتی که برات گفتم رو دوست داشتی حتما ما رو لایک بکن که یه انرژی به ما تزریق بکنی که ما بتونیم ویدیوهای بعدی رو بگیریم. خب حالا ما اون 25 که زدیم متوجه میشیم که 25 خیلی کوچیکه. حالا ما میام انتخابش میکنیم و این جدولمون رو میزنیم. این جدولی که توی قوس ساده براتون توضیح دادم اومده چی گفته؟ گفته که شعاع قوس تو که 900 وارد کردی، طولها اومدی طولت رو اینجا داری میبینی. پارامتر ما طول اسپیرالمون رو از روی چی انتخاب کردیم؟ از روی این سری از پارامتر کلوتوید انتخاب کردیم. پارامتر کلوتوید دادیم A25. دیدیم که خیلی کوچیک شده. حالا واسه اینکه بیشترش بکنیم که بتونیم اسپیرالمون رو بزرگتر و بولتر ببینیم از روی 25 میدیم به 100. ببینیم چه اتفاقی میفته. حالا میتونیم ببینیم که اینجا به 11 متر طول اسپیرال ورودی به 11 متر تغییر کرد و یه مقدار بزرگتر شد. خب حالا اینجا ما دستمون بازه. اگه ما آمون خیلی کم باشه میتونیم آی مناسب رو، پارامتر کلوتوید مناسبمون رو از روی طول تشخیص بدیم ببینیم چقدره. مثلا 11 مترمون رو میزنیم تبدیل میکنیم به 100 متر. ببینیم پارامتر کلوتویدمون چقدر میشه. یه ذره زوم آوت میکنیم میبینیم که ما طول اسپیرالمون به 100 متر که تغییرش دادیم آ شد 300. پس متوجه میشیم که اسپیرال خروجیمون رو هم بخوایم به اندازه اسپیرال ورودیمون بکنیم آ رو پارامترش رو باید به 300 تغییر بدیم. ببینیم این 300 رو تغییر بدیم ببینیم چه اتفاقی میفته. ببینیم بچه‌ها دقیقاً اسپیرال خروجیمون هم مثل اسپیرال ورودیمون به 100 متر و پارامتر 300 تغییر پیدا کرد. خب این از اینجا. اگه میخوای ویدیوهای بعدی رو از دست ندی اون زنگوله هم بزن که به محض اینکه ویدیو رو ضبط کردم برات پیغام بیاد که ما رو ببینی. خیلی خوب. حالا ما میتونیم چیکار کنیم؟ حتی شعاع قوسمون رو هم از اینجا تغییر بدیم. اومدیم آقا 900 اشتباه بوده آقا عذرخواهی میکنم 900 مون رو میتونیم بکنیم مثلا 800. ببینیم چه اتفاقی میفته. خب میبینیم بچه‌ها طول قوسمون هم کم میشه. میتونیم همه چیز رو از اینجا ببینیم. وقتی که شعاع قوسمون رو تغییر دادیم طول اسپیرالمون یه ذره بیشتر شد. پارامتر کلوتویدمون تغییر نکرد ولی اومد طول اسپیرالمون از 100 متر شد 112 متر و طول خود قوسمون هم کمتر شد. پس اینجا با توجه به این جدول هر المانی رو که تغییر بدی شعاع قوس رو وقتی تغییر میدی طول قوس کمتر میشه و نیاز پیدا میکنه که اسپیرالش رو یه مقداری بیشتر بگیره. خودش به صورت داینامیک میاد چیکار میکنه؟ همه اینها رو تشخیص میده. خب و این جدول رو من میبندم، این یکی رو هم من میبندم این سرورگ رو و در رابطه با قوس کلوتوید که پارامترش چی هست، طولهاش چجوری تغییر میکنه، شعاعش رو میشه تغییر داد و هر گونه المانی رو که شما نیاز داشته باشید تغییر بدید با اون جدولی که براتون باز کردم میتونید تغییر بدید و یک کلوتوید خیلی قشنگ و کاربردی رو برای خودتون اینجا داشته باشید. به انتهای
این ویدیوی کوتاه نزدیک میشیم و برای همتون آرزوی موفقیت دارم. تا دیدار بعدی، خدا نگهدار.